مشروع خبرها برخلاف تبلیغات 20 ساله امارات به پاکستان وابسته نیست. مستقلانه تصمیم میگیرد و پاکستان حتی نباید خواب تسلط بر افغانستان را ببیند. این سخنان تازه ذبیح الله مجاهد است. در سوی دیگر اما سخنگوی وزارت خارجه پاکستان گفته انتخاب نوع حکومت مربوط به مردم افغانستان است و اسلام آباد به حاکمیت و تمامیت ارضی افغانستان احترام میگذارد. بلال آریان جزئیات میدهد. طاهر اندرابی سخنگوی وزارت خارجه پاکستان روز پنجشنبه در یک نشست خبری گفته است که اسلام آباد هیچ قصدی برای دخالت در امور این کشور ندارد. این مقام وزارت خارجه پاکستان همچنان تصریح کرده است که انتخاب حکومت به عهده مردم افغانستان است و اسلام آباد همواره آماده همکاری با امارت اسلامی در افغانستان است. آقای اندرابی همچنان افزوده است که پاکستان تا کنون به دنبال تعهد کتبی امارت اسلامی مبنی بر عدم استفاده گروه‌های هراس افغان از داخل خاک افغانستان علیه امنیت پاکستان است و بسته شدن گذرگاه‌ها میان دو کشور نیز به همین مسئله مرتبط است. با گفته اندرابی از زمان مسدود شدن گذرگاه‌ها میان دو کشور اسلام آباد با امارت اسلامی در تماس است تا زمینه بازگشت شهروندان گیرمانده پاکستانی در افغانستان را فراهم کنند. این در حالی است که بیش از 1000 شهروند پاکستانی در افغانستان گیرمانده اند. درخواست اصلی پاکستان از افغانستان این است که اجازه ندهد گروه‌های تروریستی از خاک آن کشور علیه پاکستان فعالیت کنند. این یک مسئولیت قانونی دولت افغانستان بر بنیاد حقوق بین الملل است و بسته بودن گذرگاه‌های مرزی به همین موضوع مرتبط است. پاکستان به حاکمیت و تمامیت ارضی افغانستان احترام می‌گذارد و انتخاب نظام سیاسی افغانستان حق مردم آن کشور است. همچنان پاکستان آماده همکاری با حکومت فعلی کابل می باشد. در همین حال علمای دین، بزرگان قبایل و کارشناسان سیاست خارجی از پاکستان و افغانستان خواستار فوری گفتگوها میان کابل و اسلام آباد به منظور تقویت اعتماد و تسهیل امور بشردوستانه در گذرگاه‌ها شدند. آنان افزودند که با وجود تنش‌های سیاسی مردم هر دو کشور خواهان ثبات و بازگشت به شرایط عادی هستند. و اما به تازگی ذبیح الله مجاهد سخنگوی امارت اسلامی گفته است که برخی حلقه‌های نظامی ارتش پاکستان برای برآورده ساختن اهداف قدرت‌های خارجی علیه افغانستان عمل می‌کنند و یا هم به هدف تسلط بر امارت اسلامی. آقای مجاهد همچنان افزوده است که امارت اسلامی به هیچ کشوری وابسته نیست و اسلام آباد نباید خواب تسلط بر کابل را در سر داشته باشد. دا جنگ بل خوانه دوی ته لارښوونه کیږي غټو قدرتونو له طرفه چې د سیمه بې ثباته کوي. دوی متاسفانه د بې ثباتۍ د پیښېدو د ایجاد او د شیندلو مهارت هم لري. دوی ته وظیفه البته هغه خاصې حلقې ته په نظامي کړۍ کې دوی موظف دي. هغو ته ویل سوي چې دغه سیمې د بې ثباتۍ دپاره ناامني پېښه کړي او افغانستان کې جنګ وساتي. لکه موږ مخکې اشارې وکړې دې موضوع ته سم د لاسه چې دوی د جګړه پیښې له دې نه مخکې امریکا مثلا د باګرام غوښتنه کوي، بیا فشارونه او دلایل وایي، بیا وروسته دا جنګ پیښېږي. داسې معلومېږي لکه دغه یو هماهنګ ګیم وسي وي یا لوبه وسي دوی کوي او وسیله دی ګرځي دغه خاصه حلقه په پاکستان کې. روابط کابل با اسلام آباد در 3 ماه گذشته با فراز و نشیب‌های بی‌پیشینه‌ای همراه بوده است. اسلام آباد امارت اسلامی را به پناه دادن به تحریک طالبان پاکستانی در افغانستان متهم می‌کند و اما کابل این ادعاها را بی‌بنیاد خوانده است و گفته است که تحریک طالبان پاکستانی یک معضل داخلی پاکستان است و این گروه نیز در خاک آن کشور حضور و فعالیت دارد. و همزمان با آغاز سال نو میلادی رژیم اسرائیل با نقض آشکار توافق آتش بس موج تازه‌ای از حمله‌های گسترده زمینی، هوایی و دریایی را در نوار غزه آغاز کرده است. حمله‌هایی که از نخستین ساعت‌های بامداد روز پنجشنبه مناطق گوناگون این باریکه را در بر گرفت و بار دیگر فضای غزه را به صحنه‌ای از آتش و ویرانی بدل ساخت. در این گزارش بر بنیاد گزارش منابع خبری فلسطینی، توپخانه ارتش اشغالگر اسرائیل به تازگی و به گونه متوالی مناطق شرقی محله عطفا در شرق شهر غزه را گلوله باران کرده و همزمان پهپادهای تهاجمی از نوع کوادکوپتر با شلیک مستقیم اطراف تقاطع السنافور را هدف قرار دادند.
در ادامه این حمله ها موتورهای زرهی رژیم اسرائیل به سوی چادرهای آوارگان در امتداد خیابان صلاح الدین آتش گشودند، اقدامی که با تیراندازی بیوقفه به مناطق مسکونی همراه بوده و جان غیر نظامیان به ویژه زنان و کودکان را به طور جدی تهدید کرده است. تشدید این حمله ها در حال صورت می گیرد که کابینه اسرائیل پیش از این با تصویب طرح گسترش شهرکسازی بر ایجاد 19 شهرک جدید در کرانه باختری تاکید کرده بود. تصمیمی که به گفته ناظران با هدف جلوگیری از شکلگیری کشور مستقل فلسطین اتخاذ شده و نشانه روشن از تداوم سیاست‌های اشغالگرایانه این رژیم به شمار می رود. بر اساس آمارهای منتشر شده، تنها از زمان اعلام آتش بس در 11 اکتبر 2025 آتش بسی که اسرائیل هرگز به آن پایبند نبوده، بیش از 416 فلسطینی به شهادت رسیده و دست کم 1150 تن دیگر زخمی شدند. آماری که گویای شکنندگی هر گونه توافق و به اعتباری تعهدات اعلام شده از سوی تل‌آویو است. پابندی یا عدم پابندی رژیم صهیونیستی اسرائیل در توافقنامه‌های آتش‌بس بیشتر در چارچوب منافع ملی اونها بوده و طبیعتاً در هر جایی که منافع ملی اونها اقتضا کرده سعی کردن که با این اصول پابند باشن و در جایی هم که منافع ملیشان اقتضا نکرده و بدون که توجه و تمرکزی به این موارد داشته باشند و این توافقنامه را نقض کردند. بنابراین در خصوص غزه هم به همین شکل است. اما نقطه قابل عطفی که در اینجا مطرح است این است که سیاست‌ها و سازوکارهایی را که امروز اسرائیل و حامیانش در خصوص شهرک‌سازی، طرد مردمان فلسطین و جلوگیری از مستقل بودن این سرزمین به عنوان یک کشور اتخاذ شده هست، من فکر نمی‌کنم که این موضوع به جای برسد، به دلیل از اینکه مبارزات و جانفشانی هایی را که مردم فلسطین در طی چند سال اخیر داشته است صرفاً به خاطر استقلالیت و آزادیشان بوده. در همین حال یسرائیل کاتس وزیر دفاع اسرائیل پیشتر با صراحت اعلام کرده بود که این رژیم هرگز به گونه کامل از نوار غزه عقب نشینی نخواهد کرد و ایجاد منطقه امنیتی در داخل غزه را یک راهبرد دائمی می‌داند، موضعی که حتی با طرح صلح پیشنهادی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا نیز در تضاد قرار دارد. ما در عمق غزه هستیم و هرگز غزه را ترک نخواهیم کرد. ما برای دفاع و برای جلوگیری از تکرار آنچه رخ داد در آنجا حضور داریم. ما در شمال غزه واحدهای نظامی و غیر نظامی می سازیم تا جایگزین شهرک‌های پیشین شود. ما این کار را به شیوه اصولی و در زمان مناسب انجام خواهیم داد. برخی ها به این موضوع اعتراض می کنند. اشکال ندارد، اما ما وزیر هستیم و باید این کار را به گونه رسمی انجام دهیم. با گذشت نزدیک به 3 ماه از اعلام آتش بس، تداوم حمله های نظامی، افزایش تلفات غیر نظامیان و تشدید موضع‌گیری‌های سیاسی اسرائیل نشان می‌دهد که نه تنها نشانه‌ای از کاهش تنش‌ها دیده نمی‌شود، بلکه چشمانداز صلح در غزه همچنان مبهم، شکننده و دور از دسترس باقی مانده است. به ادامه خبرها خوش آمدید. در یک اقدام بشردوستانه برای 1000 خانواده نیازمند در ولایت تخار، مواد خوراکی از سوی پادشاهی عربستان سعودی با همکاری مؤسسه توحید و ریاست امور مهاجرین توزیع شد. جان آقا امانزاده گزارش فرستاده. به ادامه کمک‌های بشردوستانه مواد خوراکی برای 1000 خانواده نیازمند در ولایت تخار در 3 روز گذشته از سوی پادشاهان عربستان سعودی با همکاری مؤسسه توحید و ریاست امور مهاجرین این ولایت توزیع گردید. این بسته‌های کمکی شامل آرد، برنج، روغن، شکر و برخی اقلام ضروری دیگر بوده که برای خانواده‌هایی که از نظر اقتصادی در وضعیت دشوار قرار دارند زمینه‌سازی رفع بخشی از نیازهای فوریشان شد. د مرکز ملک سلمان په مالی ملاتړ باندې او د توحید د موسسې په همکارۍ باندې نن تخار ولایت کې زرو ارمنو کورنیو سره مرسته ترسره کیږي چې د هغې د کورنیو نه مهاجر دي، داخلي بېځای شوي عام بېوزله خلک پکې شامل دي. په دې موادو کې 50 کیلو اوړه دي، 9 کیلو بوره ده، 15 کیلو لوبیا دي، 15 کیلو وریجې دي او 15 لیتره مایع غوړي دي. باشندگان تخار با ابراز خرسندی از این کمک‌ها آن را گام مؤثر در بهبود وضعیت زندگیشان دانسته و خواهان ادامه چنین حمایت‌های از سوی نهادهای خیریه و دولت شدند.
5 ماه پیش از ایران خارج شدیم. فعلا کمک ها از طرف بنیاد ملک سلمان آمده، خوشحال هستیم. از دیگه بنیادا خواهش میکنیم برای مهاجرین کمک بیشتر صورت بگیره. ما خوش و خرسند هستیم به این کمک هایی که به ما سرازیر میشه. به اثر سیلاب ها همگی مهاجر و بیجا بودن. برای ما یک نوع کمک است. بسیار زیاد تشکر میکنیم و اما ما بیجا هستیم. هم تعدادی که اینجا تشریف دارن همگی مستحق کمک هستند. باید این کمک ها افزایش داده شود. کار بسیار ارزنده و کار بسیار خوبی است که در برابر کسایی این کمک صورت میگیره که اونا از نگاه فقر و اقتصاد بسیار خراب که رنگ میبردن. رئیس امور مهاجرین ولایت تخار در حاشیه این روند گفت تخار از جمله ولایت‌هایی است که شمار زیادی از خانواده‌های بیجا شده و به بضاعت در آن زندگی می‌کند و نیازی مبرم به حمایت‌های دوامدار دارد. و ادامه خبرها. با افزایش ازدحام در ساحات مرکزی شهر کابل، شهرداری این شهر اقدام به انتقال بخشی از دستفروشان به محل مشخصی در چمن حضوری کرده است. مسئولان میگویند این اقدام با هدف ایجاد نظم شهری، کاهش ازدحام ترافیکی و سهولت برای عابران پیاده انجام شده است. این روند شکایت شدید باشندگان را در پی داشته است. در این گزارش: اینجا چمن حضوری کابل است، مکانی که به تازگی از سوی شهرداری برای استقرار بخشی از دستفروشان در نظر گرفته شده است. این اقدام پس از شکایت‌های مکرر شهروندان از ازدحام در جاده‌ها و پیاده‌روهای مناطق مزدحم پایتخت روی دست گرفته شده است. به گفته مسئولان در شهرداری کابل، این محل به گونه موقت برای فعالیت دستفروشان در نظر گرفته شده و خدمات اولیه برای آنها فراهم گردیده است. و از دولت ما خواهشمند هستیم که ما را میخواد از اینجا انتقال بده بر چمن حضوری و به خاطر یک جور جراب و به خاطر یک بعضی چیزهای دیگه که مردم سودا میکنه، نمیتونه که مردم به خاطر یک جور جراب ای چمن حضوری بیاید و از دولت خواهشمند هستیم که یک جای یک کار صحیح بر ما فراهم کنه. خواست ما شورای همین است که چمن دور است و مردم توش یک ضرورت نمیره یک جراب مثال فرض مثال یک ترکاری چیز در میساوا با ما یک جای تعیین کنه. با این حال شماری از دستفروشان نسبت به کاهش فروش و دوری از مشتریان ابراز نگرانی میکند. محمد علم، یکی از دستفروشان ساحه دیوغانان کابل، میگوید که در صورت نبود جای مناسب در مناطق مرکزی شهر، تأمین نان روزانه برای او و همقطارانش دشوار خواهند شد. خواست آنان از شهرداری ایجاد مکان مشخص برای دستفروشی در قلب شهر است. یک تعداد از دستفروشایی که در این ساحه بودند به یک زمین سفید در ساحه چمن حضوری انتقال شدند. در خود چمن حضوری عملا هیچ نوع سرسبزی وجود نداره و یک ساحه است که استفاده خاصی از صورت نمیگیرید و دستفروش‌ها به گونه دائم نمیتونن یک جای باشن. لذا فعلا در اوج اونا انتقال شده. درباره موضوعات بعدی قطعا در این باره تصمیم گرفته خواهد شد، اما یک موضوع واضحه باید بگوییم که دستفروشی در شهر کابل نمیتونه شغل دائمی باشه یا باید یک شغل نیمه وقت باشه. با آنکه شهرداری کابل این اقدام را گامی در راستای مدیریت بهتر شهری می‌داند، شماری از دستفروشان نگرانی دارند که انتقال به چمن حضوری سبب کاهش فروش آنان شود. اکنون باید دید که این طرح تا چی اندازه می‌تواند میان نظم شهری و حمایت از معیشت شهروندان توازن ایجاد کند. اینجا دیوغانان کابل است، جایی که سالها به عنوان پر رفت آمدترین بازار برای دستفروشان شناخته شده است. اما به تصمیم تازه شهرداری کابل، روند انتقال دستفروشان به چمن حضوری آغاز شده است. به گفته مسئولان، هدف از انتقال دستفروشان به چمن حضوری کاهش ازدحام ترافیکی، تنظیم شهری و ایجاد سهولت برای عابران گفته شده است. اما شماری از دستفروشان نگرانیشان به این میباشد که انتقال به ساحه نو ممکن است به فروشاتشان تاثیر بگذارند. سبقت الله عثمانی، تلویزیون یک، کابل. به ادامه خبرها خوش آمدید. همزمان با آغاز فصل زمستان، قیمت مواد سوختی در بازارهای ولایت بغلان افزایش یافته است. باشندگان در این ولایت میگویند که قیمت چوب، زغال سنگ و سایر مواد سوختی نسبت به گذشته بالا رفته و بسیاری از خانواده‌ها توان خرید را ندارند. فروشندگان این ولایت میگویند که دلیل اصلی گرانی افزایش هزینه‌های انتقال به ویژه واردات چوب از ولایت‌های همجوار است که تأثیر مستقیم بر قیمت نهایی این مواد در بازار گذاشته است. نصرت الله صدیقی: با سرد شدن هوا و فرارسیدن روزهای سرد زمستان،
بهای مواد سوختی در ولایت بغلان افزایش یافته و این موضوع بر زندگی روزمره باشندگان این ولایت تأثیر گذاشته است. باشندگان بغلان میگویند قیمت چوب، زغال سنگ و دیگر مواد سوختی نسبت به گذشته بلند رفته و توان خرید بسیار از خانواده‌ها کاهش یافته است. با گفته آنان افزایش قیمت‌ها همزمان با نیاز بیشتر مردم به مواد سوختی فشار اقتصادی را بیشتر ساخته است. این چوب تو سر 60 روپیه سیر ما خریدن نمیتونیم، توانایی خریداری نداریم. امارات اسلامی همیست که توجه در نرخا کنه، توجه در ملت کنه. کسی که پیسه دار است حضورش میرسه، مثلا چوب میتونه اگر 200 روپیه شب میتونه بخره. کسی که غریب است به کراچی کار میکنه یا با دیگه چیزا کار میکنه، به دست کار میکنه، اون نمیتونه چوب بخره. به خدا قرض میکنم میرم در خانه خود. ایزم و ایگا پاک از تونس مچری را نشونده بس خبری والا باشه. هیچ چیز من ندارم. من کار میکنم 100 200 یا میره در پیسه نان. فروشندگان هرچند با رضایت نسبی از خرید و فروش مواد سوختی میگویند که بخش عمده این مواد به ویژه چوب از ولایت‌های همجوار وارد می شود و هزینه‌های انتقال بر قیمت نهایی اثرگذار است. نسبت به سابق حال خیلی خرید کم است، اگرچه مهاجر هم آمده، دیگه هم آمده، نفوس ما فضل خدا زیاد شده، امنیت هم است، هر حسابهای ما خلیمت است، مگم یک ذره خرید کم است، شاید که مردم اقتصادش یک ذره ضعیف باشه. دیگه اولو که بود در بین 5 و 6 روز یک مدل چوب سودا میکردی، دیگه سودا میشد، ولی قدر نیست. چوب ما از سمت مزار شریف میاریم، از امام صاحب میاریم، از طلا برفک میاریم. از سوی دیگر مسئولان ریاست صنعت و تجارت ولایت بغلان میگویند کنترل بازار جریان دارد و برنامه‌های نظارتی برای تنظیم قیمت مواد سوختی روی دست گرفته شده است. با گفته آنان جلوگیری از گران فروشی و ایجاد تعادل در بازار از اولویت‌های این اداره می باشد. موږ نرخنامه لرو، سبا ان شاء الله موږ نرخګزاري هم کوو، بیا به د دې نه جدي پاملرنه کوو، زو نظارت او څارنه به کوو. اینو به چې څوک قیمت د موږ نرخنامې نه خرڅي هغه به موږ بیا ان شاء الله دکان به مهر لاکیږي، د قانون منګلو ته بسپارل کیږي. با سردتر شدن هوا نیاز خانواده‌ها به مواد سوختی افزایش یافته و مهاجران که تازه از کشورهای همجوار و بغلان بازگشتند نیز به این مواد بیشتر نیاز دارند. باشندگان از مسئولان می‌خواهند تا با نظارت دوامدار بر بازار قیمت‌ها در حد متعادل نگه داشته شود.